نخست شما را به روز زادروزتان مبارکباد میگیم. با شما تنصیحات عمر دراز آرزو میکنیم. خوب شما همچون یک افسر بلندرتبه هم در سالهای شوروی کار کردید و هم در زمان استقلال. نظر شما به این دو دوره چگونه است؟ یعنی چگونه قیاس میکنید این دوره ها را به هم؟ البته این چیزی مقایسه نشونده هست، لیکن خوبی هایی که دوره شوروی بودن اونا خوبی ها بودن و امروز در زمان صاحب استقلالی ما در دولت ما البته ما یک افتخار دیگر داریم، وظیفه های دیگر داریم و فکر میکنم که هر یک تاجیک امروز از تقدیر خود دولت خود افتخار میکند. شما گفتید که شوروی یک خوبی های خودش را نیز داشت، یعنی شما شوروی را با کدام خوبی هایش بیشتر به یاد میارید؟ پیش از همه باید قید کنیم که در دوره شوروی همه صاحب کار بود. یک سیستم خوبی تعلیم و تربیه بود. به هر حال هر یک شخص می توانست اون چیزی که در پیش خود وظیفه میگذاشت می توانست صاحبی وی شود. امروز باشد از بس که خیلی برهانی اقتصادی زیاد است، دولت ما قدر دولت بای نیست. از بسیاری چیزها من نگاه کنید، ما امروز زیاده از 1 میلیون نفر ما در بیرون از جمهوری کار میکنند، یعنی مهاجر مهنتی هستند و در تاجیکستان هم که باشد مؤسسه‌های صنعتی خیلی کم هستند، صنعت ما سست است و پیش از همه باید بگیم که صنف میانه ما تا امروز تأسیس نیافته است. شما نقش خود را در تحولات 2 یا 3 دهه اخیر تاجیکستان در چی میبینید؟ نقش یک کس در ثبات دولت، در ترقیات دولت هیچ است، لیکن اگر در عموم گیریم با واسطه همین مردم، با واسطه همین پیشروی ها میاد. خیلی تو چندی که من قدرت داشتم و توانایی داشتم و دانش داشتم برای ملتم، برای دولت صرف کردم. در کدام وظیفه های در کدام سمت هایی کار نکرده باشم وظیفه خود را حل کار کردم و فکر میکنم که اگر ذره یگان ما گذاشته توانسته باشم خود را خوشبخت حساب میکنم. صحبت مفصل با گنرال عبدالله حبیبوف را میتوانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org ببینید.